خب برای تعویض LCD Y9S هواوی که با Y9 پرایم 2019 هم LCDش مشابهه، نیازه که در پشت گوشی رو به مدت 3 دقیقه روی دمای 85 درجه روی سپراتور قرار بدیم که در پشت گوشی کاملا گرم بشه و بدون آسیب زدن به در پشت بتونیم در رو باز بکنیم. بعد از اینکه گوشی گرم شد با یک نوار نازک یا کاتر نازک در پشت گوشی رو به آرومی جدا میکنیم. توی این قسمت باید حواستون باشه که به فلت‌های پاور و ولوم آسیب نزنید. اون قسمت رو خیلی با احتیاط باز بکنید. بعد از اینکه در پشت گوشی جدا شد، برای تعویض LCD نیازه که پیچای شیلد بالای گوشی رو باز بکنیم. 8 تا پیچ 4 سو داره که با پیچ گوشی 4 سو باز میکنیم. نیازی نیست که شیلد پایین باز بشه، فقط شیلد بالا. بعد از اینکه پیچای شیلد بالا رو باز کردیم، شیلد رو جدا کردیم، اولین کاری که میکنید فلت باتری رو جدا میکنید. بعد از اینکه فلت باتری رو جدا کردید، باتری هم جدا میکنید، فلت LCD رو آزاد میکنید و دوباره گوشی رو از سمت LCD به مدت 5 دقیقه روی دمای 85 درجه روی سپراتور قرار میدیم که LCD راحت باز بشه. بعد از اینکه LCD رو باز کردیم، LCD جدید رو جایگذاری میکنیم. قبل از اینکه LCD رو چسب بزنید حتما LCD رو تست بگیرید که اگر LCD مشکل داشت بتونید به قطع فروشتون مرجوع بکنید. LCD رو تست میگیرید، باتری رو وصل میکنید، LCD رو تست میگیرید. اگر مشکلی نداشت دور تا دور LCD رو چسب B7000 B8000 میزنید، LCD رو جایگذاری میکنید، باتری رو میچسبونید، شیلدی که باز کردیم رو میچسبونیم، پیچاش رو میبندیم و در پشت گوشی هم با همون چسب B7000 یا B8000 میچسبونیم. اطراف گوشی رو با چسب نواری محکم کنید. 1 ساعت بذارید چسبا بمونه.